لطیفه ما نظرова زاده ناحیه تیمورملیک ولایت ختلان بود. 4 دختر و 4 پسر را در روحیه وطندوستی و خویشتن‌شناسی در سالهای 1960 تا سالهای 1970 به کمال رساند. 4 دختر پیشه مادر را انتخاب کردند و هنرهای داشته‌اش را از بر کردند. مادر من از خوردی گلیم بافی، قالین بافی، گلدوزی، ارچاق میتافت با چی میکنن کو پیلاره مویگ میگن دیگ دا میجوشون جورب قطی چی میکرد جوربی کنده قطی و رشته میتافت مو هم مکسا میشتیم گردی دیگ دا چی میکردیم خیلی کلوا میکردیم و چمه یردم میدادیم اما یمو چی را برای امی گلدوزی و برای دوری دوزی وقتی مو زرده ولی بدوزین میگفت پرده تریزه بدوزیم پرده در بدوزین همه گلدوزی بود تو اگر همه چی عروس تیار نمیشید عروس تویش سر نمیکردن همه امی گلدوزی ها را تیار کنیم توقی چکم برای شاه عروسا در کستومای نقشین نمالی نقشین شاه در نمالی میان میدوختیم. مادر من نظر و لطافت در رایون تیمورملیک زندگی میکردن. بسیار شاگردا تیارکگیان و یا هنرمند بودن. بسیار شاگردا همسایه ها شاگردا رو تیار میکردن. همه همسایه ها احترام میکردن مادر ما رو. هنرمند بودن. ما هم نیز از مادرمون آموختیم. چند هنری پاپوزنی، چکندوزی، کرتادوزی اینا رو از مادر آموختیم. پیله رو میرسیدن و رنگ میزدن چادر رو میکشیدیم گلها رو خودمون رنگایشون شینانده میدوختیم. اولا در این راه دخترش کنجمان نظر و هنرهای مادر را انتخاب کرد و موفق شد. کنجما زن صاحب دل و صاحب هنر و هنردوستار و هنرور. در کار و رفتار و گفتارش محبت و صداقت هویداست. چون به دخت و دوزش نظر کردیم یک عالم زیبایی را دریافتیم و احسن به دستان پرهنر و انگشتان معجزه کارش خواندیم. این مادر مهربان هنرهای گوناگون دارد. بیشتر وقت کنجمان نظر و به کار چکندوزی مشغول است. کسب کاری همی و چم ما هم خیلی بودیم ده مایدکیم خوارو مایده بودم شو میشتیم همسایه ها با می اومدن میشتیم که می یک چی را باید بود کنیم یا که گلدوزی را حشر میکردن میشتم با در همون گلدوزی هاشون ناموشون هم می نویستن که داوری بیستن من بعد ای سیموی هشتمی مادرم و ارتل دوزندگی کار بود که خواهرم مایده بود ما پدر نداشتیم میگفت که خیلی کار که یکان سوم شود برای گودک ها رفتم کار کردم ارتل در بروک دوزی 3 سال بروک دوزی در کار کردم هر روز گریه میکردم که نمیرم کار در مکتب فیرود میکن که مکتب نپرد و دانش نازه بخون و شبانه در نویسم مکتب شبانه 3 سال پس بعد فابریکه شوی میسپروم یک تشکیل شد بعد 6 ماشینه دادن ای 6 ماشینه 10 سال کار کردم با فابریکه کلون من دادن جمعه و بروک و کستم هم خیلی ایمی شوی میسپروم یک ایمی دوشنبه روان میکردن ما میدوختیم. اپام نظر و کنجمو هنرمند است و تمام چاره‌بینی هایی که در شهر میشود شروع میکند در خانهش چنین هنرها رو میآموزاند به دخترها و از خردی هنرهایش رو صیقل داده به ما نیز نشان داده است. چکن اینا که دوری میگیم و ماه اینا یک چیزی تصویری ماه را نشان میتن ماه گیردش که گلوی مایده داره که شوله همی افتاب که دور میزنه همی گیردش در برای همون دوری میگم تا چکنم هم خیلی هم کمیش که ایروی فرمایش ما میدوزیم گل میکشیم حاضر گلوی موده میگن رباب میگن خیلی گلوی چی میکشیم انا که پیشتر رو بسیار همی
شولای افتاب گفته می چیه ماه میکشتیم تا دخترو فرمایش میده عروسا ده بسیار میدوزیم. شروع از کرپه و کرپچه دوزی تا گلدوزی و قراق دوزی و بافندگی و هر کار میل میکرد. تنها سیمای مادرش پیش نظر می آمد، زیرا در گذشته مادر هنرهای گوناگون داشت و میان عامه موقع و مرتبه خاصه را کسب کرده بود. او پیروی به مادر کرد و هنر آموخت و خواست به این میراث اجدادیش ارج گذارد. زن مادر بیبی مهربان جهان زیبایی دارد که می توان از کار و روزگار و رفتارش عبرت آموخت و به هنرش احسن و آفرین خواند. او با همراهی خواهر و کلینش مشغول کار هنرمندی است و دائما تلاش میکند که با محصول مهنتش نمونه عبرت باشد. در برابر همه هنرهای مردمی باز قالین بافی را نیز از خود کرده است و این هنر را پیش میبرد. یه موما داشتم، هم موما گله میبافته، بعدم خیلی با دکانی خیلی دراز میکردن رنگی همو میگه خیلی دکانی چی نداشتم. میگفت که همیدم قالین بافته میشه یادمان میداد. ما خیلی کلون ده خانه دم خیلی خانه کلون دم میکرد. یک طرفش دمیشتیم قالین میبافتیم، یک طرفش گلیم خرجین میگفتن خروده و اسپوده میگفتن که خیلی تیار کنین، تیار میکرد مومم. ایامو وقت که من می قالین بافی را نغز میدیدم، قالین بافی را مهرش در دل ما بود. در اویله همه کوشش میکردند که هنرمند باشند و با کمک یکدیگر هنرهای مردمی را انتخاب نموده از پشت هنر آبرو و منزلت خاصه را پیدا کرده اند. محیط‌آبا نظر و دائما کوشش میکند که با همراهی اپش گلدوزی های نقشین و چادری های عروسی را آماده کند. هر یک نقششان با نازکی روی کار می آید. از اینجاست که خریداران خود را دارد. این مادر روزگار دیده و بیبی مهربان از تخیل ایجادیش روی متا گلهای زیبا می آفرد تا نقش و نگارش دیده ها را رباید. محیط‌آبا نظر و به میراث مادر و اپش ارج می گذارد و از خورده به این هنر مشغول گشته است. خواهرم هم قطعی خودم همی خانه ده محیط‌آبا اومد دوزنده پیش قدم خیلی کار کرد، چند قیاردم داد مرا، بعد جاش دادن ای طرفی حکومت خیلی و جاش کردن تأمینش کردن. جام کاری هم ناز کار کردسته. خواهرم مالقاب در ناحیه تیمورملک و من خیلی چکندوزی میکنه، شاگرد درس میده، گلدوزی میکنه. های شرایطی هم سازه حاضر امی حسابی امی دوزندگی و چی روزشا میبرم. مو هم خیلی این هنرها رو از خوردی مادرمون هنرمند بود و رشته میرسید ما چکن میدوختیم. از خوردی این هنر در دل من جا گرفتگی بود. از سال 1990 اینچنین من دوزنده هستم، تا حاضر دوزندگی میکنم. صنف 6 میخوان، من بروگ میدوختم، کاستوم میدوختم، خیلی فرمایش بسیار میشید مده. شب تا ساعتی در خواهر دیگری مالقاب نم داره، شب میگفتم لوای پوچه را تاک، شب میگفتم که او تگماشو نبچسبان، خوکنیشو نمیموندم. تا ساعت داره بعد اوچه مرچی میگن ای اوچه مورا نمیمونه خوری. وزیر میگم که همی قاقام داد، میگوی البته که اپا همی قاقام داد، میگن ایمی نداریم که ما هم ایچی را یاد گرفتیم. ای داکی ای در دلشون چید زوق کردن، ایمی نون میخورن، ایمی مثال خوری نمیبینن، دایم پول دارن، دایم روز ایمی حسابی دوزندگیش. من مثال هم خیلی نه شوهر ما پول میگم نه بچه ما. محیط‌آبا نظر و طول سالهاست که به کار هنرمندی مشغول است و دائما کوشش می نماید که هنرهای داشتهش به دیگران پسند آید و خریدارانش بیشتر گردند. او با زحمت و مهنت بی اندازه کوشش کرده است که شاگردان زیاد داشته باشد و به آنها هنرهای آموخته‌اش را آموزاند تا هر یک هنر نیاگان جاودانه باشد و رشد و نمو کند. این هنرمند اصیل با هنرهای داشته‌اش در چندین چاره‌بینی‌های فرهنگی و فراغت اشتراک کرده است و سزاوار چندین افتخارنامه و دیپلم هاست.
ما از سال 2019 این چنین هنرهای مردمی قطعی کار میکنیم. تمامی چهاربینی هایی که در شهر میشوند ما اشتراک میکنیم و امکانیت هایی که حاضر با ما جناب عالی دادن ما نداشتیم. امکانیت در خانه دو زندگی میکردیم و چیزهایی که ما میدوختیم، محصولاتی که ما تیار میکردیم و یا رو به فروش برآورده نمیتوانستیم. حاضر آزاد ما میتوانیم که هم فروش را براریم، هم نمایش نمود اشتراک کنیم. تمام دولت ها اومده از محصولات دستی ما خریداری میکنن. محیطابان نظرова و کنجمان نظرова با هنرهای داشتهشان در چهاربینی‌های فرهنگی فراغتی و فستیوال‌های هنرمندان شرکت ورزیده بارها صاحب افتخارنامه و دیپلم گشته‌اند. هنرمند تنها برای پایداری هنرش تلاش می‌کند، میگوید کنجمان نظرова. کنجمان و محیطابان همیشه کوشش می‌کنند که در تربیت شاگردانشان سهم داشته باشند. ای وقتی همین جناب عالی مقام دولتی گردان هنرهای مردمی را خیلی ما شاگرد تیار میکنیم، گلدوز قبول میکنیم، نه خیلی چودر میدوزن، نه حالی دخترامو نیست اگه ما میدوزن گلدوزا بود کردن. شهادتنامه شون دادیم 15 نفر. با 15 نفر خانودی دختر معلمه خانودی درس میده. روشم همون 15 نفر جمع میکنیم، شغل اهالی قطعی کار میکنیم. زنان و دختران بیکار بسیار با ما مراجعه میکنن. در یک سال ما میتوانیم از 120 زیادتر دخترها را با کسب و هنر آموزانیم و دخترها بسیار کسب و یاد میگیرن. از این کسب و زندگی خودشون را پیش میبرن. بسیار میندار هستند از دولت، از همه، از معلمان. ما دخترها را طول 2 ماه با کورس‌های کوتاه مدت می‌آموزانیم و آنها رو با جای کار باز تامین می‌کنیم. دخترانی که من می‌آموزانم و یا بسیار مرا حرمت و عزت می‌کنن، من از این فخر می‌کنم. مثال همسایه‌ها همشون هنرمند باشی، در همه جا آبرو داری، در همه جا حرمت و عزت داری. امروز ما با دستگیری آموزگارمون رحمان و محیطابان بسیار هنرها را از خود کردیم، از جمله هنرهای مردمی، دوخت کرته‌ها، بافت لباس‌ها، دوختن خلط‌ها، بسیار چیزها را از خود کردیم. محصول دست‌های خودمون را باشد و بسیار جاها برده به نمایشگاه‌ها گذراندیم. از جمله در باغ فردوسی چند روز پیش نمایشگاه گذاشته بود، محصول دستی ما در آنجا به نمایش گذاشته شده بود. هنر آموز که از هنرمندی در کشایی کنی نه در بندی. بسیار هم خوب گفته است در اینجا شاعر. البته هنر میتواند ما را به قله‌های بلند برد. ما میتوانیم توسط این هنر آموخته خود تاجیکستان خودم را در عرصه بین المللی جهان بالا برداریم. ما در اینجا بسیار به دوختن کرته‌ها، خلط‌ها، بافندگی بسیار کارها را میکنیم. وقتی که ما به اینجا آمدیم، معلممون به ما اول پاره کردن را، بعد پاره کردن، نقشه کشیدن و بسیار کارها را نشان داد. بعد ما کرته را پاره کرده توانستیم. ما به دوختن خلط‌ها، کرته‌ها بسیار چیزها مشغول میشویم. معلقان نظرova نیز پیروهای مادر و اپهایش را انتخاب کرده با دخترانش هنر چکندوزی را پیش میبرد. هر یک نقش و نگارش با محبت و صمیمیت روی کار می آید و با زیبایی‌های ناتمام به دلها ذوق و هوس می‌بخشد. کلین کنجمان نظرova تمنا یوسفova نیز دائما با خوش‌دامنش پی دوخت چادری و کرته‌های چکنی است. این ذوق و هنر پس از به شوهر برآمدنش در قلبش جا گرفته و این همه هنرهای مردمی را از بر کرده است و بدین وسیله به زندگیش بهبودی می‌بخشد. وقتی که من به خانه همیا کلین شدم، همین خشتمانم چی هنر داشت، مقصد گلدوزی هست، دوزندگی، قنادی، همین کسبایی که خشتمانم همیا را داشتم، من همین خشتمانم همین هنراشون یاد گرفتم. گلدوزی اینه مقصد چادر میدوزیم، تکسری، قالین بافی را یاد گرفتم. هم درخواست میکنیم، مقصد از عروسان را میدوزم، هم شاگردان را یاد میدهم. همه همی‌ها را مقصد که ای خشتمانم یاد گرفتم. از اول مشکل بود، امروز که مقصد که ما یاد گرفتیم مشکلی ندارد. وقتی که ما به جای کار می رویم به همراهی خشتمانم، همه تعریف خشتمانی ما را میکند که همه هنر را دارد. قالین بافی، گلدوزی، تاقی دوزی، همه هنرهای مردمی از دستش می آید. کلینم هم چکندوزی، هم قالین بافی، پاپورزنی،
ما را ارمغان در جا دادن چند ماه. اگر شاگردی ما بسیار شود ما را هر جا شغل اهالی کار میته، مرکزا جا میته که شاگرداتون رو بیارین درس بدین. ارمغان در بودم دوزندوم درس دادم، کلینم پاپوری درس داد، نه گردش ایرپورت شدیده اونجا در خانودی همون دوزندومون بردیم. اگر خانمون مثال نرسه شاگرد بسیار شد خانه در کلینم درس میده، دوزندو را ما برده مرکز یونمون چیده درسشون میتیم کسب آموزیده. دخترم خیلی دوزندگی میکنه. دخترم با همون معلمه بدنش یه فرمایش میگیره، همون جای کارش میاره میدوزه میبره. هر کس فرمایش میده کرتم بدوز اوشم و امی کسبی مرا انتخاب کرده. هر یک نفری در دنیای هنر غوطه‌ور می‌گردد البته نام و نان و موقع و مرتبه خود را در می‌یابد. هرچند از خود کردن و ادامه دادن کسب و هنر مشکل باشد هم، ولی زیبایی آفریدن و کس الهام تازه می‌بخشد و روحیه کس را بالیده می‌نماید. این مادران هنرمند تلاش و جهد بهر آن می‌کنند که به کار هنرمندی ارج گذارند و آرزو و امیدهایشان نیز همین است که نسل امروز و آینده از این هنرها برخوردار گردند و توانند زندگیشان را پیش ببرند و هنرهای مردمی را باز هم معرفی کنند. ما گروه ایجادی به این مادران هنرمند قرار و کامیابی را تمنا میکنیم.